1 میلیارد تومان مالکو راضی نکرد. پس بلیطو گرفتم و توی چشم به هم زدن رفتم به شهر راز. املتو زدم و اسنپو بغل کردم و رفتم به نیایش. اتاقو تحویل گرفتم و یه دوش حقی هم گرفتم و پیش به سوی هدف. صندلی‌های سری 7 20 حالته استوک ولی نو. 20 حالتش تست شد، خریداری شد. یه سر به حافظ جونم زدم و لاتی هم میل کردم و رفتم به فرودگاه دسته که 1 2 3 برسم به تهران. بالای ابرام به این فکر می‌کردم که چه معجزه‌ای کنم که مالک بهم ایمان بیاره. ساخت لیپ سپر اختصاصی و فیبر کربن تمام اجزای داخلی به نحو احسن انجام شد. سوار بر خودروبر آمد در آغوشم. صندلی‌های قدیمی جدا شد، جدیدا رسید. ماشین لخت مادرزاد شد. با دقت تمام ماشین نظافت شد تا هیچ مولکولی تو ماشین نمونه. چوبیات‌های ماشین فیبر کربن و رودری‌ها مشکی شد. با مشت و لغت نصب شد. داشبورد مشکی کردیم که هیچ چیز غیر مشکی تو این ماشین نبود. فرمون دیکات کربن نصب شد. 2 میلیارد خرج معجزه‌مون شد، ولی باز دیدم از ظاهر ماشین 200 میلیون طلب. پس مکس نکردم و 3 مرحله پولیشو 3 سوته انجام دادم. خطر عقبم فابریک کردیم چون باب میل همسر مالک نبود. بعد از احیای رنگ بادی فنس هگزیس و جوری با دقت برای این ماشین نصب کردیم که از شر بلایای آسمونی هم در امان. 4 تا فیلم نهایی رو گرفتم و ماشین رو در به منزل تحویل دادم. بعد از گرفتن رضایت زوری از کوچیک تا بزرگشون یه ماچ آبدار بهم داد و گازشو گرفت و رفت شما.